نگاه بعد استایی که اومدی کار کردی، ساختمون مردم رو خراب کردی. نگاه بکن ای حال میکنه طرف میاد خراب میکنه. استای مفکاری جوری هستا، پایین 50 سان بالا 80 سان. خب حالا ما باید بیایم این رو هشتگیر بزنیم قفلش کنیم که بخوایم پنجره‌مون بزنیم. درسته یا نه استاد جان؟ 100% بدون هشتگیر دیوار جواب میمونه، ساختمون ول میمونه. واقعا یه تکون کوچیکی بخوره دیوار جدا میشه. اون شده. تازه حساب بکن من بعد حال جالب توجه اینجان طرف وقتکار بوده اومده لوله فاضلاب کشیده. فاضلابی که کشیده شما این لوله فاضلاب دیدی؟ این کف ساختمون ما اومدین سیمان کردین که بخواد ایزگام کنه. ببین چقدر اومده بالا. خب او خونه تا آباد. جناب عالی وقت اوستانیسی دست به کار نزن، بذار کسی که فنشه بیاد انجام بده. من چرا بعضی آدما دوستان میان کسی که کارش نیست به خاطر حرص پوله او بذار یکی دیگه بیاد کار کنه، بیاد یه نونی تو جو او بره. بیا مثلا چارچوب گوشن این چه چارچوبیه؟ دیگه واقعا حرفم نمیاد. حالا ما این ساختمان پروژه رو گرفتیم اتمام کار رو مرحله به مرحله نشونتون میدم و پایان کارم نشونتون میدم که ساختن یه ساختمان شیک و زیبا باید چجور باشه. پست ها و استوریای بعدی منو حتما دنبال کنید. پیج اوستا با شما مزاحم میشم.